وقتی سنگ‌ها را به منظور درمان بر روی بدن قرار می‌دهیم، در درجه اول جسم اتری تحت تاثیر قرار می‌گیرد و سپس جسم فیزیکی یا جسم قابل رؤیت تحت تاثیر واقع می‌شود. اورا چیست؟ اورا از امواج هفتگانه و مجزای نور تشکیل یافته که به صورت تخم مرغی شکلی اطراف هر فرد را فرا گرفته. ظاهراً اورا به صورت مه یا ابر فروزانی است. اورا اساره زندگی هر فرد است. اورا شخصیت، احساسات، طبیعت، قدرت ذهنی، مرحله سلامت و رشد روحانی فرد را ظاهر می‌سازد. اورا از 7 بخش تشکیل یافته است. این 7 بخش از یکدیگر مجزا نیستند، بلکه به صورت جریان فکری و احساسی هستند که در اقیانوس آگاهی جریان می‌یابند. آنها در یکدیگر نفوذ کرده و روی یکدیگر را می‌پوشانند. در سطح فیزیکی 1 سطح اتری فیزیکی، 2 سطح آسترال، 3 سطح ذهنی پستر و 4 سطح ذهنی بالاتر. اما روحی 5 میشه سطح روحی یا سببی، 6 سطح مربوط به درک از طریق فراست و 7 سطح الهی یا مطلق. 4 سطوح اولیه مربوط به حیات معمولی و 3 سطح آخر مربوط به حیات روحانی هستند. کلید این مسئله در